ماهینه مرادی با عائله‌اش در یکی از بناهای در پایتخت می‌زید که گفته می‌شود آنها را شرکت بیگ صبور ساخته است. طول یک سال که آنها اینجا به سر می‌برند، همه روز به گفته ماهینه به مشکلات زیاد دچار می‌شوند. لیفتش وایرون میشه تیز پیاده میبرویم. اینا آوش تیز گرمیاد قوق میشه. ما همین سال یکنی ماه به آب بدم. ما آوی ای همسایه ستیل کتی آب میبرم میشه که 7-8 کتی ویران میشه. باور میکنی؟ یکم تا 14 ما همین سال آب کشیدم. خانه ما وقتی باران میشه که ای تریزوی 2 تریزه ما آب میدرویه. ای گیپسه کردن بوده 2 طرفش. من نمیدونم که کجای ایجاش قپو میشه که شوکی میریزه او ای تریزوی من میشه راست در خانه میریزه. گفته می شود تقریبا 8 سال است که ساکنان اینجا درآمده اقامت میکنند، ولی تا حال شناسنامه تکنیکی ندارند و بنا پورا سپاریده نشده است. دالانها تا حال تعمیر ندارند و ایوانها خطرناک می باشند. چون این خانه های بلندی آشیانه اینجا 3 تا اند. این ساختمان ها باشد همچنین به شرکت بیگ صبور ربط داده می شود و صفت ساختمانی آنها نیز مورد نگرانی شهروندان گردیده است. به خصوص جوسه این 2 بنای بزرگ که خیلی نزدیک ساخته می شوند. اخیراً در نشست مطبوعاتی رئیس کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان اظهار داشت که لیسنزی و یا اجازتنامه بیگ صبور بازخوانده می شود و من بعد او در پایتخت چیزی ساختن نمی تواند. با گفته رئیس کمیته عین حال از 4 بنایی که بیگ صبور می سازد 3 تایش از کمیسیون دولتی گذشته ایستاده است. Рабочая комиссия шекзаронде, гос комиссия саршидиякта ёй дрни махалдай. Чундура и ян гос комиссия давлати саршид инзуҷам карда истодан, и домеки пешини сентра дошт, инам ду талиф надошт, дирӯз дар онҷа будам, я талиф шешимонда, 3 талиф буд, 2 та шешимон, 3 шешимон деста, ишам гос комиссия мешавад ва як та дом мемона пеши инфексиони бармезада. منزل‌های سرآشیانه در سراسر کشور زیاد است که به بیگ صبور ربط می‌دهند. همه آن بناها تنقید می‌شوند، ولی از سببی که ارزش منزل‌ها در آن بناها دسترس است، مردم از آنها زیاد خریداری می‌کنند. ما بسیار کتاب می‌خوانم. باید گفت خود بیگ صبور تا حال داشتن شرکت‌های ساختمانی را بر عهده نگرفته است، چون در تاجیکستان از روی قانون منصبدار به صاحبکاری مشغول شدن نمی‌تواند. سخنان رئیس کمیته ساختمان می‌تواند دلیلی باشد که بیگ صبور به صاحبکاری مشغول است. امام علی سعیدزاد، بحرالدین دولتوف، ازیا پلوس.